از امام صادق است که بروید سر قبر پدر و مادرتون، به درستی که پدر و مادر میبینن وقتی کسانی که میان سر قبرشون. و به روایتی که سید ابن طاووس در کتاب کشف المحجة اونجا از امام صادق نقل کرده است، امام فرماد و مبتهج میشود. وقتی که میبینه یک کسی میاد رو به قبرش، مبتهج مسرور میگردد، و وقتی که رهاش میکند پژمرده میگردد. غرض تو نگو فاتحه فرستادن یا چه از تو هر جا باشه به بابام میرسد، نه، خصوصا باید بروید سر قبر پدرت مادرت. و بالاخص گوش بگیر، از جاهای استجابت دعا سر قبر پدر و مادر است.